به این بازیگر دیگه باید بگیم خانم دکتر بهنوش طباطبایی که نصف عالم در یک پست اینستاگرامی خبر دکتر شدنش رو اعلام کرد. خانم بازیگر که به تازگی با سریال استویشون سر زبین افتاده، به خاطر تغییر تدویر چهرهش در طی 42 سال زندگی زیباش خیلی مورد توجه قرار گرفت. الحق جزء کاملترین بازیگرای ایران، تحصیلات عالی، پولدار، خانم دکتر که هم هست. خانم طباطبایی مدت 5 سال هم با کراش نصف عالمی که دیگر کشورمون آقای مهدی پاکدل و زن و شوهر بوده، ولی خب به دلیل نداشتن تفاهم و بحث‌های مداوم از هم جدا شد. در حال حاضر هم خانم طباطبایی مجردن، ولی جالبه چند وقت پیش گویا شعر عاشقانه توی اینستاگرامشون گذاشتن. خانم طباطبایی دیگه الان مدرک دکترای پزشکی رو گرفتن، ولی قبلا توی پیام نور سالهای تدریس هم داشتن و گویا هنوزم تدریس میکنن. خوشا به سعادت دانشجوهاشون. حالا به نظر بین طباطبایی‌ها شما طرفدار بهنوشید یا طناز؟ کانال ما رو سابسکرایب